عزیزم توی این اینستاگرام این روزا خیلی یه سری سوالا تکرار شده. بریم با هم دیگه بهشون جواب بدیم. موضوع سوال در به خاطر این روزای تعطیلات همه در مورد کپسول، چه نوع کپسولی باید استفاده کنن، چجوری استفاده کنن، این سوالات هست. چرا باید از کپسول آتش نشانی اصلا استفاده کنیم؟ به خاطر نشت بر سوخت اتومبیل، باتری معیوب و یا نقص تامین خودرو. هر کپسول برای خودرو چه کپسولی هستش؟ من فکر می‌کنم کام کردی ABCه. چون ABC هر پیامی رو خاموش میکنه ولی به صورت اوف BC هم برای خودرو یک کپسول مناسب خودرو، بدنی مقاوم مصفوف، نگهدارنده مناسب و از همه مهمتر تایید سازمان آتش نشانی و استانداردهای لازم. آفرین. بهترین برند برای کپسول چی پیشنهاد میدید؟ مهم اینه که حتما استانداردهای لازم رو داشته باشه. این که حالا چه برندی باشه مهم نیست. برندهای خوبی بازار زیاد داریم ولی استاندارد اینو خیلی دقت. خیلی ممنونم از سوال. شاید براتون سوال پیش میاد که ABC چیه، BC چیه، چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. من توی کپشن توضیح مفصل بهتون در مورد کپسول BC که اتومبیل ازش استفاده میشه بهتون میگم. حتما مطالعه بکنید. در پست‌های آینده حتما در مورد کپسول تخصصی بیشتر صحبت می‌کنیم.